رسانه ها از فعالیت باز ماندن، خبرنگاران دستشان از کار گرفته شد و هر روز به مشکلات از این خبرنگاران افزوده می شد و تا کنون مشکلات خبرنگاران ادامه داره و این مشکلات در صورت حل شده میتونه که ما و شما دست به دست هم داده یک دست و یک پارچه و متحد به خاطر حل این مشکلات حرکت بکنیم. ما برنامه را تحت عنوان چتر واحد میان نهادهای عامی خبرنگاران برآورده انداختیم که خوشبختانه با استقبال جمعی از نهادهای عامی خبرنگاران که اینجا حضور دارند، جناب مجددی صاحب هستند، جناب کریمی صاحب هستند، صمدی صاحب هستند و دوستای دیگه، ما تلاش های زیادی را به خرج دادیم تا از نهادها بخواهیم که بیاین در یک همسویی و هم نظری به خاطر حل مشکلات موجود نهادهای رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان کار بکنند که با چالش ها و سنگ اندازی های تعدادی از نهادها هم مواجه شدیم، ولی هیچ کدام مانع تلاش های ما برای ایجاد چتر واحد نگردید. ما توانستیم در جلسه اولی که به همین مناسبت تدبیر کرده بودیم، تعداد بالاتر از 10 نهاد در اون جلسه حضور داشتن. کریمی صاحب اینجا تشریف دارن هستن، جناب مجددی صاحب بودن، فنا صاحب بودن، معروف صاحب بودن و تعداد نهادهای کارگر اسم همشان بگیرم نخواد گنجایش وقت باشه. اما این آخر کار نبود، تلاش های ما باید ادامه پیدا میکرد و با نهادهای بیشتر در این مورد صحبت میکردیم. ما تلاش های خود ادامه دادیم و توانستیم که در این مدت تمام نهادها را ببینیم و ملاقات های با اونا داشته باشیم. اما بعضی از مشکلات وجود داره، سنگ اندازی های وجود داره که ما مصمم هستیم امروز از اینجا اعلام بکنیم که ما مصمم بر ایجاد چتر واحد میان نهادهای عامی خبرنگاران هستیم و از اونا خواهش میکنیم و از نهادهایی که تا هنوز حاضر نشدن به این چتر بپیوندن خواهش میکنیم که به خاطر خدا، به خاطر ملت، به خاطر خبرنگار بیچاره که امروز نان خوردن نداره، به خاطر خبرنگار بیچاره که طفلش مریض از پول و دوای از او نداره، بیاین یک دست یک پارچه بر حمایت از خبرنگار، بر حمایت از رسانه و بر حمایت از جامعه رسانه‌ای افغانستان کار بکنین و تلاش بکنین و ما امیدوار هستیم که نهادها در این راستا ما را همکاری و یاری برسانند.